چرا بویا M1 به پیسی وصل نمیشه؟ چرا بویا M1 اینقدر مشکلات زیادی داره؟ وقتی میخوام بویا M1 رو به سیستم وصل کنیم چیکار باید انجام بدیم؟ راه حل چیه؟ یا مسئولینز عزیز، مسئولی هستم و امروز قراره که با هم دیگه ویدیوی آموزش اتصال بویا M1 به پیسی رو داشته باشیم که نه نیازی به کارت صدا داره و نیازی به تبدیل و خیلی ساده و راحت و بدون هزینه است. قبل از اینکه بریم این توضیح مختصر و کوتاهی راجبش بدم، اینکه شما باید گوشی داشته باشید حتما واسه این کار. یه گوشی اندروید iOS رو نمیدونم این نرم افزارش هست یا نه، ولی خب چون با گوشی اندروید کار کردم میگم. و اینکه دیگه نیازی هم به خرید اون چیزایی که بار قبلی گفتم نیست. خیلی روش ساده و راحتیه، خیلی بسیار کاربردی. من خودم میخوام یوتیوب خیلی در موردش گشتم و هیچ چیزی پیدا نکردم. الان همین روشی که دارم بهتون آموزش میدم و خودم خیلی شانسی پیدا کردم. خیلی ابتکاری نبوده، شانسی بوده. بهم کمک کرده، به شما هم کمک کنم. قبل از اینکه بریم مثل همیشه سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت فراموش نشه، اون زنگوله رو هم بزنید. اگه میخواید ویدیوهای ناب و باحال و فان ببینید از من، اینستاگرام رو حتما سر بزنید. در مورد اخبار، حواشی و غیره دیسکورد. و هنوز لایو هم اوکی نشده، یعنی همون استریم کردن، ولی خب توییچ هم میتونید داشته باشید، همش داخل بایو یا همون بیو یوتیوب هم هست. دمتون گرم. تا اینجای ویدیو رو من داخل اینستاگرام قرار میدم، کاملش رو میتونید داخل یوتیوب ببینید. برید سراغ ویدیو. خب رفقا، آماده است همه چیز. فقط قبل از اینکه بریم بهتون بگم که این ویدیو رو من باید ضبطش کنم چون میکروفون قراره به سیستم وصل بشه و من نمیتونم باشه داخل ویدیو بگیرم. پس قبل از اینکه بریم بهتون بگم که نرم افزار دیترویت کم که اسمش الان نوشتم اینجا برای اینکه دانلودش گذاشتم و دانلود کنید حتما. و برای حفظ اطمینان نرم افزار OBS هم رو هم دانلود کنید، بد نیست. البته OBS هم مال رکورد ویدیوه هم مال استریمه، ولی خب اون قسمت صداش به درد ما میخوره در واقع. و اگه میخواید اونو نصب کنید که راحت تر بتونید کار خودتون رو راه بندازید. پس دیگه توضیح خاصی نداره، بریم سراغش. خب رفقا، من الان دو تا نرم افزار OBS و دیترویت کم اپ رو نصب کردیم. شما هم باید دیترویت کم اپ رو داخل گوشیتون داشته باشید، هم داخل کجا؟ داخل PC که بتونید به هم دیگه کانکتشون کنید. و بیشتر هم کار این نرم افزار برای چیز دیگه ایه، برای در واقع استفاده کردن گوشی به عنوان وبکم. بازش می‌کنیم. این قسمت از ما IP و چیز میخواد، حتما باید به یک وای فای وصل باشن. از طریق USB و وای فای سرور هم میتونید برید، ولی خب من این روش رو امتحان کردم بهتره. و پورت و چه میدونم IP آدرس و این چیزا رو ازتون میخواد که داخل گوشیتون زده. و نرم افزار OBS هم که باز شد. این قسمت هم که اون پایینش میبینید مال مایک یا همون iOS هست. خب اینجا IP آدرس و این تیک ویدیوشو من برمی‌دارم چون شارژ گوشی رو میخوره. شما میتونید بستش کنید، تغییر نمی‌کنه. و این قسمت آدیو و ویدیو رو کم و زیاد می‌کنیم و قطع و وصل اگزکتلی. اینجا هم خاص طریق USB میتونیم کانکت بشیم. خب USB بهش کانکت نیست. و اینجا هم خب دیوایس وای فای سرور است. خب من از همون روش خودم میرم و خب اونجا هم خب ویدیو رو هم که تیکشو برمی‌داریم و استارت رو میزنیم. الان میکروفون رو خوند و شارژ گوشی رو هم زدیم. پایینم نگاه کنید میکروفون داره کم و زیاد میشه و این کم و زیاد شدنه برای اینه که صدای میکروفون خیلی خود گوشی هست و کم هستش. و اینجا چون گوشی من شیائمیه، من از یه روش خاصی استفاده میکنم. یه دکمه روی بویا M1 هست که ما اون دکمه رو وقتی بزنیم چیز میشه، رو حالت کامera قرار میگیره و رو حالت چون کامرای پاور خاصی داره و اگه دکمهشو برداریم رو حالت گوشی قرار میگیره. ما دکمه‌اش یه بار باید بزنیم که این در حال حرف زدن که هستیم، دکمه‌اش رو میزنیم صدا قطع میشه کامل و میره عقب. الان اگه دقت کنید من دکمه‌اش رو میزنم و صدا قطع میشه و دوباره این دکمه رو حالت آف قرار میدم و نگاه کنید صدا چقدر زیاد شد، تا آخر پر کرد. یعنی از میکروفون صدا رو دیگه گرفت و از میکروفون که صدا رو گرفت دیگه الان نکنید صدا با کیفیت خیلی بالاتر و چی بهش میگن صدای خیلی بالاتری هم داره پخش میشه و اینکه کیفیتش هم خیلی بهتره قطعا. حالا میریم داخل قسمت ستینگ. بعد داخل ستینگ اول صفحه رو بزرگ کنیم، داخل قسمت سیستم، دیسپلی، ساوند و فلان. قسمت ساوند قسمت دومی رو انتخاب میکنیم و نگاه کنید صدا میکروفون رو داره پر میکنه و اونجا نوشته میکروفون دیترویت کم ویرچوال اودیو. و قسمت پروپرتیزش هم که بریم تست رو بزنیم، نگاه کنید صدا رو داره پر میکنه. داخل ادیشنال دیوایس پروپرتیز هم که بریم اینجا میتونید لولش کم و زیاد کنید، اما خب صدا خودش زیاد هست، یعنی نمیخواد به خاطر کم کردن نویزش استفاده کنید چون نویز خاصی نداره
و صدا با کیفیت میاد و نرم افزارهای تست هم میتونید خب تست کنید صداتون رو و اینکه اینطوری راحت میتونید کانکتش کنید به سیستمتون موقع گیم زدن حالا یا ویدیو گرفتن یا هر چیزی و اینکه دیگه خیلی راحته دیگه، چون وقتی شما با سیستم میخواید با میکروفون ویدیو بگیرید دیگه از گوشیتون نمیتونید استفاده کنید، پس گوشی رو کانکت کنید به این و میتونید حتی گوشیتون رو مثلا داخل شارژ بزنید که مثلا شارژش هم تمام نشه. و میگم واسه گوشی‌های شیائومی حالا یه آموزش جدا قراره بذارم در مورد بویا M1 که کارایش چیه و چطوری میشه باش فیلم گرفت و کانکتش کرد و اونجا هم خب استارتش رو چیزش که هم آفش کردم و الان دیگه صدایی هم نکنه دریافت نمیشه. من این ویدیو رو چیز کنم ببندم. خلاصه که کلام که اینه و خیلی چیز سختی نیست، خیلی راحته و هزینه هم نداره. به جای اینکه برین کارت صدا بخرید یا کارهای دیگه انجام بدین راحت میتونید انجام بدین و میکروفونی که خریدین رو استفاده کنید و هزینه هم که کردین بیشتر نشه. روی گوشی شیائومی هم که گفتم این میکروفون خونده نمیشه رو حالت کامera، حالت میکروفونش خونده میشه ولی رو حالت کامراش خونده نمیشه، یعنی نمیتونید ویدیو باش بگیرید و صدا رو پخش کنید. و داخل واتساپ هم صداتون نمیاد داخل کال ولی داخل دیسکورد میاد، این خیلی جالبه. و همین دیگه. خلاصه که بویا M1 رو اشتباه نخریدین. متاسفانه یک سری ابزارها واسه استفاده کردنش نیازه که داخل ایران قیمتش بالاه، مثل تبدیل، حالا تبدیل کم ارزون تره ولی خب کارت صدا خیلی خیلی گرون تره. پس دمتون گرم که ما رو تا اینجا دنبال کردین. آماده ویدیوهای بعدی باشین که قرار خیلی خیلی ناب و باحال باشن. قبل از اینکه بریم مثل همیشه سابسکرایب یادتون نره، دکمه سابسکرایب رو بزنید که بزرگترین حمایت از مسئولیه. بعد از اینکه سابسکرایب رو زدین ویدیو رو لایک کنید، میتونید قبلش ویدیو رو لایک کنید اگه خوشتون اومد، میتونید دیسلایک کنید اگه لایک کنید بهتره. ویدیو رو لایک کنید، کامنت برام بذارید، نظر، انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی که دوست دارید ازش ویدیو بگیرم. و اینکه اگر که دوست دارید ویدیوهای فان و ناب و باحال از من ببینید، ویدیوهای کوتاه و باحال که داخل شورت هم میذارم، میتونید کامل و آرشیو اصلیش داخل اینستاگرام هم ببینید، البته در کنار اخبار و حواشی. و اینکه مرسی که هستین، دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.